اصل پروسه و ایجاد یک مرکز معلوماتی معتبر و شفاف از ضرورت‌های بسیار جدی حکومتداری خوب در دنیای امروز است. با توجه به مشکلات جدی که در افغانستان وجود داره، ثبت هویت، ثبت دارایی‌ها، شناسایی هویت افراد، همه اینها منوط به ایجاد یک سنتر یا مرکز دیجیتالی است که مشخصات و هویت افراد در اونجا ثبت باشه. و این لحاظ تذکره الکترونیکی یک بخشی از امنیت ملی افغانستان هست. برای جلوگیری از اونها میتونه مفید واقع شود. بنابراین یک پروسه کلان ملی هست و باید مورد حمایت قرار بگیره. ما هر چه زودتر اگر از یک مرکز دیجیتالی تشخیص هویت شهروندان افغانستان برخوردار شویم، هم سهولت در زندگی ایجاد میشه، هم کمک میکنه برای مهار مشکلات امنیتی، سرقت‌ها، جرم‌ها و جنایت‌هایی که در زندگی افراد صورت میگیره. ولی ما به عنوان یک شهروند میخواهیم از هموطنان خود بخواهیم که ما بریم به سمت این که کشور را ببریم به سوی ایجاد یک سنتر یا مرکز دیجیتالی تشخیص هویت. یعنی اینکه یک تذکره الکترونیکی میتونه سهولت‌های حتی مسائل تشخیص جواز موتروانی یا خدمت جواز وسایل نقلیه، حسابای بانکی و خیلی چیزهای دیگر رو با خود داشته باشه. ما امیدوار هستیم که ما به تدریج این مسیر که شروع کردیم مسیری نسبتاً خوبه هست. در آینده و در پروسه زمانی انشاءالله این مسیر تکمیل شده بره که ما بتونیم با استانداردها و معیارهای منطقه‌ای و جهانی خود را عیار بسازیم. از اصل پروسه ما از اول حمایت کردیم، عالمی حمایت میکنیم. ما باید احترام بگذاریم به دیدگاه‌های مردم افغانستان و این پروسه را حمایت بکنیم تا هر چه زودتر مردم ما از یک مرکز دیجیتالی تشخیص هویت هم برخوردار شود و سند ملی که به نام تذکره هم داره، او سند کاغذی که بسیار به سادگی قابل جعل است، بسیار به سادگی قابل سوء استفاده میتونه باشه، از او خلاص شویم و یک سند معتبری به نام تذکره الکترونیکی در اختیار شهروندان و ملت عزیز افغانستان قرار بگیرد. با توجه به شرایط امروزی مملکت، حمایت از این پروسه میتونه حمایت از نظام جمهوری اسلامی افغانستان باشه. از این منظر ما از همه هموطنان خود و از مردم عزیز خود میخواهیم که این پروسه را حمایت بکنه و این پروسه کمک میکنه برای آینده بهتر افغانستان و برای برخورداری از حکومتداری خوب و جامعه همراه با امن و نظم و امنیت عمومی که طبعا همه ما در آرزوی چنین جامعه هستیم. اگر دیدگاه‌های ما کمک کنه برای تثبیت و تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی افغانستان، نه تنها موافقه میکنیم بلکه او را یک وجیبه ملی میدانیم.